ادامه جستجوی اخوانی ها از جانب مقامات امنیتی تاجیکستان. معلم تاجیک در آزمون اتحاد دولت های مستقل سزاوار جای دوم شد. از همپاشی آیله ها و تعداد زنده یتیمان در ختلان می افزاید. در ازبکستان برای پیگیری گمانبر شدگان به گناه بندک های الکترونی جاری می کنند. طالبان چاره های پاسبانی مرز با تاجیکستان را پرزور کرده اند. مقامات در چند شهر و ناحیه های کشور ده نفر را با اتهام عضویت در گروه اخوان المسلمین برادران مسلمان در جستجو قرار دادند. روی خط پوره جستجو شوندگان در پی این قضیه که عددشان بیش از 50 نفر است دسترسی پیام شده است. گفتنی است قبلا دادستانی کل یوسف رحمان گفته بود که مقامات تاجیکستان 72 نفر را با اتهام پیروی به گروه اخوان المسلمین در جستجوی بین المللی قرار داده است. معلوم نیست چرا این روی خط یک باره 20 نفر کمتر شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز چند نفر را در جستجوی رسمی قرار داده است و عکس‌های آنها در شعبه‌های این وزارت در نواحی زده شده است. نام‌های بعضی از آنها از لوحه جستجوی وزارت کارهای داخلی با پیام فرستاده شده است که اینها علیموف بختیار فیض‌الله‌ویچ با ماده 187 قسم 2، حمدموف شیرعلی قاسمویچ با ماده 307 قسم 2 علاوه 2، نوراللهیف غفران کریمویچ با ماده 307 علاوه 3 قسم 2، قناعتوف جمشید جمعه مرادویچ با ماده های 187 قسم 2 ماده 307 علاوه 3 قسم 1، حمدموف مظفر قاسمویچ با ماده 307 قسم 2 علاوه 2، حسنوف کمالجان حیدرویچ با ماده 187 قسم 2 گمانبر دانسته شده اند. روی خط پره جستجو شوندگان در دست پیام قرار دارد، اما نه همه آنها راضی شدند نامشان رسانه شود، چون از تعقیب نزدیکانشان از جانب مقامات خوف دارند. طوری قبلا پیام خبر داده بود دادگاه تاجیکستان حکم گروه از بازداشت شدگان با اتهام اخوانی را صادر کرد که هر کدام آنها از 5 تا 24 سال به زندان محکوم شدند. یادآور می‌شویم که از آغاز سال 2020 مقامات تاجیکستان بازداشت 10 نفر را با اتهام اخوانی بودن آغاز نمود. شادی حفیظزاده سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی خبر داده بود که در نیم ساله اول سال 2020 در کشور 274 نفر با اتهام عضویت در سازمان‌های افراطی و تروریستی از جمله 203 نفر همچون عضو اخوان المسلمین دستگیر شده اند. سردار مرکزی اینواتسی دانشگاه ملی تاجیکستان معلم کلان کافدری انفرماتیکی فاکولته مکانیکی و متماتیک شمس‌الله تقایف در آزمون آموزگار بهترین 2022 میان آموزگاران دانشگاه اتحاد دولت‌های مستقل سزاوار جای دوم گردید. همچنین مقاله پیشنهاد نموده او برای چاپ در دومین کتاب بین المللی آموزگار بهترین 2022 انتخاب گردید. شمس‌الله تقایف از جانب کمیته تدارکات برای سزاوار گردیدن به جای دوم با دیپلم و مدال سرسینگی سرافراز گردیده است. باید گفت که آزمون مذکور با تشبث اسوسیاسیون بین المللی عالمان جوان در قزاقستان و دستگیری اتحادیه شخصان حقوقی حرکت عمومی ملی بابک دایر گردید. در نیم سال اول در ولایت ختلان از هم جدا شوی تقریباً 1900 عائله به قید گرفته شده است که این رقم در مقایسه با آمار همین دوره سال گذشته تقریباً 400 مورد زیاد است. بنفشه رحیمزاده مدیر اداره ثبت اسناد حالت شهروندی ختلان روز 14 ایول به خبرنگاران گفت که در نتیجه از همپاشی عائله ها بیش از 2200 کودک نیمه یتیم شده اند، یعنی در تربیه یکی از والدان ماندند. در همین حال رحیمزاده درباره سبب‌های افزایش جدا شدن عائله ها چیزی نگفت. مقامات کشور بیشتر جدا شوی عائله ها را به نکاح بروقتی، یکدیگر نافهمی و خشونت خانوادگی ربط می‌دهند. به اطلاع رسمی در سال 2021 در تاجیکستان بیش از 13000 عائله از هم جدا شده، از این طلاق‌ها حدود 15000 کودک نیمه یتیم مانده اند. کارشناسان سبب اساسی از هم پاشیدن عائله ها در تاجیکستان را بیشتر به مهاجرت اجباری و به طولانی از همدیگر دور ماندن زن و شوهر ربط می دهند. عین حال تقریبا نیمی از اهالی تاجیکستان در مهاجرت به سر می برند.
در ازبکستان سیستم نظارت افراد گمانبر شده با بندک‌های الکترونی جاری می شود. در اساس قرار داخلدار دیوان وزیران جمهوری ازبکستان با مقصد پیشگیری فرار شخصانی در صادر نمودن جنایت گمانبر شده که نسبت آنها چاره پیشگیری کننده در نمود محروم ساختن از آزادی پیش بینی شده است و همچنین به محبوسان نظام استفاده بندک‌های الکترونی جاری کرده می شود. هنگام کوشش فرار شخصی در صادر نمودن جنایت گمانبر شده، بندک الکترونی به طور اتوماتیک به جز اتمهای نوبتداری شعبه کارهای داخلی منطقوی خبری اودیو و ویزوئالی آنلاین می‌فرستد. همین طریق شخصانی که در آنها بندک‌های الکترونی هست در حالت کوشش فرار توسط GPS به مقامات معلومات فرستاده می‌شود. در خبر گفته شده است که تا 1 دکبر سال 2024 تمام جزء اتمهای مقامات کارهای داخلی پر با بندک‌های الکترونی مجهز کرده می شوند. در ولایت تخار طالبان چاره‌های پاسبانی مرز با تاجیکستان را پرزور کردند. طالبان میگویند هیچ تهدید امنیتی در سرحدهای تخار با تاجیکستان وجود ندارد. قادر ذکرالله زاکر، یکی از فرماندهان طالبان، با تلویزیون آریانا نیوز گفته است در تمام ناحیه‌های همسرحد با تاجیکستان مجاهدین ما مستقر هستند و آماده هر نوع تامین امنیت می باشند. اما موشک‌های دیدویی که از جانب افغانستان به قلمرو تاجیکستان آمده می افتند جانب تاجیکستان را نگران کرده است. چند پیش چند موشک از ولایت تخار به قلمرو تاجیکستان برخورد و داعش مسئولیت این موشک اندازی را به عهده گرفت. همچنین به اطراف ترمیزی ازبکستان نیز چند روز پیش موشک‌ها از جانب افغانستان افتیده بودند. این بود شرح خبرها تا این دم. خیر، سلامت باشید.